سلمان تو که میدونی صبح بچه دوست داره شیر بخوره. کاش زهرم همینقدر دوست داشت تا بتونم از شرش خلاص بشم. سلمان این چه حرفیه؟ چی میخواستی بشنوی؟ اگه اینطوریه که باشه الان شیر میگیرم میریزم جاش. داد نزن سرمون رومینا، قضیه شیر نیست، داستان مشکل تو تربیت بچه‌هاته. سلمان منم مادرش محسوب میشم، باید بهش یاد بدیم بدون اجازه چیزی رو ور نداره این بچه. میدونی چی کار باید بکنی سلمان؟ باید اون بچه رو بدین من تا درست تربیتش کنم. بیا گفتم بیا ولش کن. این بچه گفتم بیا گوش کن، از حالا به بعد تو مسئولشی، متوجه شدی؟ خاله ولم کن، دستم درد زود باش، گرفت. بیا بریم زود باش. نکن. اینقدر شلوغش نکنی.